عرض ادب و احترام خدمت دوستان گرامی. دستگاه رو میخوایم تست کنیم با یک خمره بزرگ که از قبل تراشیده، البته با 2 لیوان آب. این چوب از قبل خمره تراشیده شده و فکر کنم الان مرکزم بسته نیست. البته توجه داشته باشید، این لیوان آب روی قوس دستگاه یه ساپورت قرار گرفته. بیشتر از این دور دستگاه رو نمیتونم بالا ببرم، به صرف اینکه فیکسچرهایی که به دستگاه وصل کردم زیاد قابل اعتماد نیست و احتمال پرت شدن قطع کار رو داره. این قطع کار تقریبا 1.5 متر با قطر 70 سانته که وزن تقریبیش هم در حدود 45 کیلو میشه. دستگاه رو که خاموش میکنم متوجه میشید که این قطعه کار در مرکز قرار گرفته نیست و این صدایی هم که میبینید صدای قالب چوبی که بسته شده به کار. بله، ممنون از توجهتون، موفق باشید.